هی واتساپ گایز، چطوری بچه ها؟ من دانیالم و امروز میخوایم با هم دیگه بریم بازی چمپیونز لیگ در این پارت رو با هم دیگه داشته باشیم. همینطوری که میبینید در جایگاه 16 همون باید 8م بشیم برای اینکه بریم بالاتر رو ببینیم. تا 8م میتونیم مثلا برسیم، با 13 امتیاز نیاز داریم که بله احتمال هستش، ولی احتمالش فوق‌العاده پایینه. ما الان با نیسی بازی داریم که خودش نیسیومه، ولی خب خیلی احتمالش کمه که بخوایم بریم به مرحله بعد. ولی قهرمانی لیگ اروپا هم خودش یه نجات چلسی به حساب میاد دیگه. تا اروپا هم میریم و اروپا رو قهرمان میشیم. برگشت دیگه بالاخره، برگشت بونیفیس، ولی جاش پالمر نیست، جاش پالمر نیست. حل بعد حتما هم بنویسید نجات بعد چلسی چه نجاتی بشه، از چه تیمی باشه. یادتون نره. بعد حمایت مالی هم درگاهش رو زیر کامنت میکنم، لینکش رو میذارم. یادتون باشه با اسمتون پک میذارم، اگه اسمتون داخل توضیحات بنویسیم. بارد، حالا اینور آر برده، نونو مندس. حالا پس بعد بازیکنان چلسی، حالا بارد گوستو توپشو میگیره. حالا زهیر امری، یه پاس برای بونیفیس. حالا بیتو بونیفیس، و چطوری اینا رو خراب میکنی؟ آی خدایا. گوستو، نه بخشی لانگ، حواسم نبود. حالا لانگ ضربه رو میزنم، مارداشویلی راحت جمع میکنه. زهیر امری بلند برای دمبله، به توپم میرسه عثمان دمبله. یه پاس برای بونیفیس و دروازه باز شد. گل اولو چلسی زد به نیس. بارد، کلوس، حالا یه توپگیری از دمبله که ناموفق بود. بارد، حالا یه پاس بر لانگ، دوباره بارد بلند، حالا ارتباط قطع میکنه. زهیر امری، دمبله، حالا ضربه و گل دومم میزنه بونیفیس. را کویکسی میکنیم ببینیم رفتیم بالا یا نه، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. خب اینجا دوم اول کیه؟ ما دومیم اول. وای با اختلاف زیاد منچستر سیتی. خب 5 امتیاز جلوتره. خب تا 15 هم که نیستیم، بله 13 هم شدیم. رفتیم لیگ اروپا. یا ابوالفضل حاجی 8 تا تیمو ببین. رئال مادرید اول شد با 8 برد. یا ابوالفضل میلان، دورتموند، روم، لایپزیگ، لیورکوزن و پورتو کیا هست شدن؟ بارسا، پاریس سن ژرمن، ناپولی، بایرن مونیخ، چلسی، اتلتیکو مادرید، لیورپول، یوونتوس که تاتنهام 25م شد. یا ابوالفضل چطوری اصلا این اینطوری شدن؟ ولی خب اب نره، لیگ اروپا رو حداقل میگیریم. اینم بریم بازی با لیورپولش هم داشته باشیم. ما الان لیگ اروپا رو
با لیگ رو بتونیم ببریم نجات دادیم دیگه. کنفرانس رو که قهرمان شدیم، اینم لیگ اروپا هم قهرمان میشیم. خوبه که آره درست. بریم هایلایت داشته باشیم ببینیم کی به کی هست اصلا، کی مشکل داره. همه سالمن که. اما تارمی چرا حتی رو نیمکت هم نیست؟ من مشکلم اینه، تارمی باید رو نیمکت باشه حداقل. بدبخت در اون حد هم دیگه بد نیست که. خب بریم برای هایلایتش. ویدیو پک اوپنینگ هم داریم، یه 3-4 تا ضبط کردیم قرار رو میذاریم، روز به روز میذاریم این شد. بعد حالا این شد ویدیو هم مخصوص اینه که شما هر یه دونه ساب و داخل کامنت آخرین ویدیو بیاد بنویسید من آقا من ساب کردم، یه پک داخل شورت ویدیو بعدیش با اسم شما میزنیم و اونو آپلود میکنیم دیگه. البته قراره یه شورت ویدیو در اونطوری دقیقا بسازیم. خب که البته نمیدونم، احتمالا تا زمانی که این ویدیو اومده این ویدیو بیاد این پلن انجام شده که یه گلم خوردیم اینجا. یکم تمرکز کنیم چی به چیه. چلسی اتک برای ما بریم ببینیم چی بشه. لا ظهیر مری مثل یه گوساله حیوان تو با جلو میندازه. گاو گوساله چرا اینطوری انداختی؟ آخه لانکراس چرا برای لیورپول؟ یه لانکراس باید به من بده. بیا لیورپول اتک. کانتر داد. حالا مونیفیس دمبله چه نیست. تارمی مهدی تارمی بونیفیس و گل مساوی. فوق‌العاده زد گل مساوی ویکتور بونیفیس. لانکراس از این لانکراس مسخره ها به ما داد. لانکراس های اونا رو حالا ببین. پنالتی پلاستک پنالتی زد ترکوند زد ساید طرفو. چطوری پنالتی نگرفتی؟ حاج مهدی طارمی پشت توپ ایستاده. کوتاه کاماوینگا دوباره حاج مهدی طارمی. حالا کاماوینگا بروخا. چرا انقدر بازیکنان چیزن؟ این بازیکنان تو ترکیب اصلی مونن. طارمی خود مهدی طارمی نتونست کاری از پیش ببره و 1-1 بازی مساوی شد. امیدوارم از این ویدیو اینم که برد بدبخت شدیم دیگه آقا. 7 امتیاز الان چیزیم فرق داریم با سیتی. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا پارت های بعدی بدرود.